أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برادر خوب است ان شاء الله. احوالكم خوب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. خوش آمدن برادران. خداوند عمر جانتان برکت چهتون. ایجات الله ایجات الله. یک نفس 74. این برادران کم کم کنار در دستگیری کنین. یک نفس 74 برادرمون انشاءالله که علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. نمیدونم کلوچ چه خیمتی هم کلوچ یکم کسانه دادیم بور اول نه کلوچ که گفتین نمیدونم که چه خیلی خب کلوچ برمینی اسپرزویت هم دبایت مدیراتر باشه. حضرت سازی السلام علیکم و رحمت خوب الله. است السلام علیکم. اسم ابلاغ پولی واردم بفرمایید. السلام علیکم. مرد کرد خدا نگهبان تو باشه. ما میریم بابا ما باشه. اپوتی در اومده الله نگهبان تو باشه. بس سوران چی خوش آمدید. انشالله که ترجمهش هم می نویسیم. میگم چی که خوندیم حرکت میکنیم که بنویسیم پرتیم. که یک نفس برادرم که مرا بفهم اونجا دبایت مدیره برادر خوش آمدین. نوریده تاجی سر خداوند برکتون تیا. الله متعال خاندانی هر یکی شما برکت شاعت کن. یک نفس خب دبایت مدیره نمیدونم چی گفت شید. خب شید نشید کلوچ که بین الله متعال تمام غریبا را در حفظ امانش نگهبان باشه. پروردگار برکت در عمر جان و در خاندان و در زندگیتان عطا کنه. پروردگار سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب بگردونه برادران. انشالله که ما همیشه دعاگوی شما هستیم. خداوند برکتان ته برادر. برادرم چی کرانتین هم تراکم انشالله که خوب بگذره ویروس برطرف شد. انشالله با دوباره برقرار میکنم. دوری آخرش ماندگی انشالله که میشه به خدا خواسته باشه. الله برکتون ته برادر. خوش آمدن. الله متعال در عمر جانتون برکت شد کنه برادران. یک دیگه مدیریت هم مولود تیجی برادر دبدره انشالله که نه.
شاء الله كده أسكيري كنين برادر. الله يمتع البركات انت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة
تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. الله تعالى بركاته. نشید میگم که کم کم نشید خونه رو بحث کنیم و قاکه نشید خدا برکتون دیا. نشید خوب ایوب قدر راستش خیلی میگی در نشید خواندن اونقدر خوبی نمیبینیم ما برادران. انشالله که به خاطری خدا برکت چی دلبندی در این دنیا که مرداری کلاغان است. چی دلبندی در این دنیا که مرداری کلاغان است. چی بنشینی در این منزل که آخر جمله ویران است. چی بنشینی در این منزل که آخر جمله ویران است. تماشاگاه فرعون است، عشرتگاه نمرود است. خزینه دار قارون است، عروس آرای شیطان است. چی دلبندی در این منزل نکردی تو شیء حاصل. همه افسانه ها باطل که بازی های شیطان است. نگر در باغ و در بوستان، عمارت ها و شهریستان. نظر کن سوی گوریستان، تو را گویند چی فرمان است. مکن با سیم و زر کوشش، نیابی جز کفن پوشش. مکن با سیم و زر کوشش، نیابی جز کفن پوشش. بکن با خیرها کوشش که دوزخ جای سوزان است. بیارن مرقبی چوبین، نه او را افسر و نیزین. درونی چادری غمگین، نه او را سر نسامان است. برندت سوی گوریستان، جدا از خویش و فرزندان. لبی شیرین رخی خندان، خوراکی مار و موران است. بیا ای مادری مسکین، تو بنشین بر سری بالین. دعایم را
بگو آمین که دردمند را چی درمان است. بیا احمد تو زاری کن، خداوندا تو یاری کن، بکن خیر در این عالم که از تن کو هزاران است. بیا ای سعدی مسکین دم بر خاک من بنشین، بخوان تو سوره یاسین ثواب او فراوان است. بخوان تو سوره یاسین ثواب او فراوان است. ان شاء الله ان شاء الله بهترین الله تعالی برکات انت برادران دعا باشین در حق ما ان شاء الله که حرکت میکنیم که یکم پیش روی برای شما بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء وما يخفى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار
تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. يا الله سبحان الله. الله يمتع بركاته انت سيدنا وبيسرك خوندم ان شاء الله كي خبو ان شاء الله ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم.